کاکو که جیخان اشتنیم پیاره چند خیلی سلامتی پیاره هستی اشتنم پیار تو گیل لگم شکر همگی شکر خوب از زنده باشیم شما که به کابل بودی بیا آمدم دیرو آمدم دیرو آمدی خیریت بود همی ته بیا آمدم همی بچه ماماش بچه کاکاش همانه کینه به کابل من که می آمدم گفت اگه امی پاکت عروسیه امی رمبو برک بده به دم خونه گیله کنه خوب یعنی یا پیش من تمام خیر غمی نداره به کسی شما بیره شما به کابل به عروسی خبر کردم خوب یعنی ما به کابل به عروسی خبر کردم یعنی فامیلی یا لوکی دیگه اون نمیفهم داخل پاکت نوشته کسی کنی فامیلی سواد نداری؟ نه مامان نوروز همراه فامیلیشون خوبه بیخی خوبه این با بده دست پیار خوبه خوبه چشو کار خدمت بچه زنده باشیم بخیر بریم بفرمایید سر سلام بگو خیر بینید زنده باشیم خدا حافظ آره گردانم من بار به عروسی به کابل خبر کردم بابا میشه کنی که بچه کوکاش مامان به عروسی به کابل خبر کرده فامیلی تو چی میگی؟ عروسی کی میگم بابا فامیلی گیلا بابا گیلا تو بیا بابا تو بیا بابا یک بیستی بدهیم چری؟ آشخال خب تو بیا که تو خبر بودم بیا چی خبر خوشه این چیه؟ میفهمید ما با کابل به عروسی خبر کردم لوکه فامیلی یا شما رو لوکه خبر کردم فامیلی دیگه باشی سنگ ببرم کچه پتر دکیل بیاودن تحصیل رو کچه یک بیستی بدهیم بابا بیستی بودم آشخال بیستی بده که من برم چند مای ماما؟ 20 روپیه آنه بگیرم آنه ماما جو خوبه درسته او دست شما درد نکنه خوب شده بفهمیدی؟ بابا پول بده پول چی بودم؟ بله پول چی بودم با؟ پول چیز بدین دیگه برو رخ خوب بخرم رخ دیری دیگه دمال 20 دست رخ دیری دیگه یارم این تمون که از شمانه رخته نه خوبه خب این رخته تا کاره که تو همه بابا رختام گردانم بندم باشه همه کل رختام همه لکام دو چوکه پیرم یکیه تمون یکیه خب باشه خود من میرم بازار با تو میخرم خود من با تو میخرم به کی هست بابا؟ معلوم نیست باشه عباس هستی چه کنه عباس میفهم بله مقاولی بره تیاره بکن یان ویش شگو چوکو شیر مادر تو بازن ساکو چوکو خورمستی سیکوب زنگ نزده به من پاکت دیره کده یعنی یک لگ افغانی دست مصرف شه بازم من میرم به من احترامی که تو گرفتی من با تو احترام میگیرم میرم ها بیانه برو بامو ها شما که پاکت تاشو پرتگانه بابا نه شیر مادرم بابا شیر مادر رو چوکومه بازم میگی تو به چوکو نده هر به چوکو سیکو به من زنگ نزده به من پاکت ری کده دون کابل خویت بده که رمضان می آمده بابا رمضان می آمده گفته که خواهدی که میری احترام بیترتره این تو بیتره ما چون عباس کجا که بابا یک زنگ گوشی بزنیم بیا پاکت رو چیز کنه ببره نشونده به مردم های بگه که چیزه دیگه نشونده دیگه این بگی خود گبزه خود کی؟ خود عباس بگو زودی بیا بگم بیا بسرا بگو زودی بیا کجایی از پرسان کن الو عباس به کجایی؟ همه عالمی تو دویده میایی که انا ما فقط سرکله خوربوش شیشتیم که با کابل انا رمضان پاکت عروسی آورده با کابل با چکاکا پیارم خبر کردم ها گردانم بند باشه لکه همه مار پیارم من کجیر تو انا خود بابا قبضی سکن کجایی تو علی؟
به خونه خاله خو همین تا خس کرده میای که هن شاید ما مال اونه بابا یک تیاره تیر شد اونه راست اشتقیلم ها سایکو پیار من میگم ما به تا تیاره میریم به تا تیاره برین که ما به کابل بیایم به تا میدون تیاره به جلو ما بیایم که بگم با بلوک بیاقل سایکو به تیاره آماده درسته بابا؟ رب زمین میگه تو دروغ میگه به کابل نمیره عباس بگه ما به گوش که خشخشی ها عباس بگه این خشخشی گوش ها میشنم چی میگم دلم برق وری میای بده که وانی پوکاتر بیاردن که من سرکله خور تیار کنه که بخیر ما این برین به تیاره میرین بگه گوش که میگه دروغ میگین شما انا اگمت گیلک دروغ میگن بیا گوش که سرکو پوکاتن گوش که میشنوی حالا بشنیدی بگیم بیا رد خاله بابا رد کنیم بگیم زودی بیا زودی بیا دویده بیای عباس دویده بیای که گردن من باشه لیست تیاره میفتی بده سعی کن با چی خداحافظ زودتر رکی بیا خداحافظ زودی بیا گل شد بابا یک چیزی به شما میگم بابا به شرط گپ من حلقه به گوش خو کنه خود چیکار کنم چی خوب بگم عباس بچی شما عاشق به دختر خوشلوچی شما نه خیلی گردن ما بند باشه بابا میت لقمان و جزمن و مایه یعنی دختر خاله خرمایه بله یا اگر نمایه هر روز تو بخونی خاله خود چی میایی اونجا با تو بپختم که میری میره خاله خوال نه گفته تو را سیگریت بلا بینم کفن بگردن خاله به خاله کسی کار نباشد برو به خسرونی دختر خاله بابا زیر کاسه نیم کاسیه یعنی حالی رسی میگی گیله بله عباس خان بچه شما دختر خاله خور مایه که میگه برم که امروز سبا به دل خاله خور شیرین کنم که خاله من سبا را بگم به من دختر خور بده فهمیدین؟ اگه بیامد بابا اگه از او بپرسیم اگه نخندید بگیم به کجا بدیم میگه به خود خاله خور چی کار داشتی؟ اگه بخندید بفهمین بابا که زیر نیم کاسه کاسیه اگه نخندید بفهمین گپ گلک بچه شما دروغه درسته؟ این گپ تم بچه کلون شده بابا ملامت نیه کلون شده جوان شده خوبه این میبرم بابا یا باشه دستی باشه بابا سیکو مگه بالش دیگه که بزیدم سیکو کشو کارت دیگه چی که کشو کارت دیگه بابا ها میریم کابل بابا حالا چیکار میکنی؟ باید اونجا ترام گیریم نمیریم بابا به تیاره میریم نمیریم به تیاره میگم هم ماما فامیلی نمیشه دیگه فامیلیه بابا الان این کی میتونه بخونه با کیه معلوم نیه سواد دارم بابا دمی که به شما میگم بابای من بغزنم که برم مکتب 4 کلمه گپ سواد یاد گیرم حالا غرای که میخوندم که برای کی بود از کی بود از کی نبود من کجا کی بگم کی با کیه حالا چی خوب بگردم برو پیش میاد قمصایا بابا من امروز به ما معلوم بشه که کدوم روزه خوبه ما همین روز بفهم که یک جلوتر حرکت کنیم بریم خیر خودش باش خاطری ما این پول بده بستوریم مع بابا برای رخت یا کنیم بخی برای تکه بخری بدی خیال بگی خوب چیزیه من میگم سواد خوب چیزا رو که من نفهمیدم دیگه کلمه کار نکرد شاید هم 3-4 روز بعد باشه میگم قبل کجا رفتی بودی؟ سر خاله خو سر خاله خو؟ چی خاطر رفتی بودی؟ همین تقریبا خبر خاله خو بگیرم تو هر روز میری خبر خبر میگیری؟ نه بابا آخرم اونا تو رو به در میکنم میگم میگم ما بچه یک مرگرد میدی 420 بابا 420 چیه بابا؟ مرمای گفتم
گیلک گپ تو شو چی شد؟ بخندی کی خندید؟ عباس عباس. یکیش تو چی میخنده خندید بابا؟ میگم اصلا خالق چی یکی میگم این بس چلده این یاد داره بده سیکو بابا چرا میزنه میفهم بله که گیلک برم بخورم بی مقصد میری تو اوه بابا مقصد داره این با میگه من میرم خالق خبری میگیرم که ببینی؟ نگو این خیلی که من بچه من نمیفهمم بابا این دروغ میگه خب بده تو خبرم من این پاکتش رو بده بابا پول بده کی بگم پول بدی سه کاری بابا. غمسه سه کار کردن سواد دارم بگو امروز مشخص بگو که ما بفهمیم بگو بکیه ماما بکیه برو چهارشنبه. بده ما بده پول نگو پول بدی که ما برای رخ بخریم. انا چی خوب کردم سیکو انم 5 تا سدی بردم سر دروازه دختکای خندوخته مقبول و قرار دی برو برسه برو خود بخود هم بستو همینایی که پیش زنکا کت کرده بخود هم بستو به کجیرم بستو به حباس هم بستو بابا تکه بخریم بدیم خیاط بدوزه بیتره. بابا جان شاید وقت نداشته باش نقده انا راست میگم بابا مرده رخ میخری درسته؟ وقت بله مرده رخ نه رختا که نه میموره رختا مردای وقتی گپ کن که مرده به کجایی چوب کتا رختا که میموره ما قرار که دیگه میریم اینا رو میخریم ارزون هم میدن درسته آه بابا؟ هیچ رختا نمیخورم. رختا بود مرده بیده. بریم شاید وقت نداشته باشه خدا که شما بریم با تکه بخریم بریم بدوزیم و چیز کنیم بابا گفت بابا بکیه برده پیشم این سایه اول گفتک تو میرفتی گفتک کاکا جو بنی از صندوق مگم تو درس بخونی گفت ما رو پیا من نمیگذاره خال ملامتون خوب گفتک رو جمعه ای رو جمعه؟ امروز که دوشنبه دیگه آه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه 4 روز بعد مگم یک روز جلوتر بده یک روز جلوتر بریم دیگه بابا پنجشنبه بخیر حرکت نکنه بخیر او گفتک رو جمعه ای عروسی بفهم پنجشنبه بخیر حرکت نکنه اون پولم بادم دست گیلک باشیم و رختم بستونه بر